مثال بعضی هسته که مثال میگذارن میگن وای دختره بین رنگ حیوانه مثال چه خیلی گپای نخود توجیقا هم خیلی بکن. این مکتوب یک گروه شهروندا بود، یک گروه دختران بودم. خیلی مراجعه کردم، مراجعه دست جمعونه. یعنی که کامرای نظارتی بیشتر شدن در این سمت، نظارت پرزورتر گردیده. در آینده نیز طبق همون حسابات باید در همون سطح صفت استاندارد جهانی بشود، نصب کرده در جاهای فرهنگی و فراغتی، در کوچه و راه‌ها. حاضر ژارگون‌های را استفاده میبرند. خر بدی، حیوان بدی، جگر تا بخورم، اوچت به دامو در کار نیست. با فکرم همش سخت میرسد. چون هر وقت به کار میرفتم و در راه 5 جوان که در کاخ وحدت کار میکردند و دغه گفتاری سر کردند. خیلی در غضب اومدم و رفتم وزارت کارهای داخلی. اونجا از سر عریضه نوشتم. همون روز بعد از ساعت 1 ما را به سود دعوت کردند. رفتیم، گفتن که مثلا جزایشان را گرفتن و 350 سومانی جریمه بردیم. همین کارها از بی‌جزایی است. مثلا اگر من امروز نروم به پلیس شکایت نکنم، یک کس دیگر پگاه نرود، پگاه دیگر مثلا یک کس دیگر نمیرود، اینها هر روز هر یک دختر مثلا تحقیر کرده و مثلا هر گپ گفته یا شاید از این کارهای دغل‌تر را هم انجام بدهند. بعد از اینکه من هم نظر پرسی کردم در بین دخترها، همه دخترها هم تقریبا همشون گفتن که کم شده است. حالا گفتن دیگر نه یگان کس گپ میپرتاید نه دغل رفتار میکنند.